خیلی خب دوستان، میریم سراغ آموزش در واقع احراز هویت صرافی KCX. اینم باید بهتون بگم که قبل آموزش حالا بعضی از صرافی هستن که از طریق سیستم احراز هویت میشه کرد و دیوایس مثل PC میشه احراز هویت کرد، ولی در KCX شما در واقع باید از طریق موبایل اینو انجام بدید. حالا چیکار باید بکنیم؟ یه آیکونی داریم سمت چپ بالا که آیکون خودتونه مال صرافی، روی این بخش کلیک میکنید و همون اول زده ست نیک نیم کنارش وریفای به صورت زرد رنگه، روی این ما تاچ میکنیم و بله برای ما باز شد در واقع برای احراز هویت صفحش و اولی پرایمری KYC که increase the 24-hour withdrawal limit to در واقع 30 بیت کوین، یعنی اینکه شما میتونید در 24 ساعت در واقع 30 تا بیت کوین برداشت کنید و دیگه به مشکلی بر نخورید توی برداشت. خیلی خوب، وریفای ما میزنیم. خیلی خوب، اینجا اومده که در واقع باید کشورمون انتخاب کنیم که ایران رو انتخاب می‌کنیم و همینطور که می‌بینید صرافی KCX از در واقع ایران حمایت میکنه تو این بخش و به راحتی میتونیم ما احراز هویت کنیم در این صرافی. خب اینجا شما باید آیدی تایپ که نوشته، گزینه اول آیدی تایپ که نوشته شما باید در واقع حالا کارت ملی یا گواهینامه‌تون انتخاب کنیم که فقط برای ایران آیدی کارت هست و یا همون کد ملی. اینجا شما لاست نیم رو وارد میکنید یا همون فامیلیتون رو و در اینجا فرست نیم اسمتون رو و در اینجا هم آیدی نامبر و دیت آف برث هم شما در واقع تاریخ تولدتون رو وارد میکنید که حالا من واردشون میکنم. آیدی نامبر حالا یه چیز همینطوری میزنم و دیت آف برث هم میزنم به طور مثال سال 2005. سابمیتو که بزنم همونطور که مشاهده میکنید شما باید الان از جلو و پشت کارت ملیتون عکس بگیرید، همون اطلاعاتی که دقیقاً در صفحه قبل وارد کردید دقیقاً باید همون کارت ملی باشه. اینو در نظر بگیرید، از جلو و عقب دقیقاً میگیرید. دوستان حتما توی کادر باشه، حالا براتون در واقع موقعی که عکس رو میذارید کراپ میاد که در واقع دور بر در واقع کارت ملیتون رو شما کراپ کنید، هم از جلو هم از پشت در واقع کارت ملیتون باید بگیرید. باید قشنگ دیده بشه کارت ملی و شفاف باشه صفحه. عکستون باید از فرمت های JPG باشه یا JPG باشه یا PNG باشه و در واقع حجمش هم بیشتر از 5 مگابایت نباشه که به راحتی بتونید شما احراز هویت کنید. حالا ما که در اینجا نمیتونیم در واقع کارت ملی رو بذاریم به دلایل امنیتی و فقط شما کافیه سابمیت رو بزنید تا ثبت نام شما کامل شه و شما دیگه در صرافی KCX احراز هویت کردید و به راحتی با امنیت بالا میتونید از این صرافی استفاده کنید. دوستان آموزش در واقع صرافی KCX همین بود و اینکه شما دیگه احراز هویت هم میتونید بکنید. خیلی ممنون که بیننده این ویدیو بودید. حتما ما رو دنبال کنید. نکات آموزشی درباره در واقع ارز دیجیتال و اخبار ارز دیجیتال رو همیشه برای شما دوستان عزیز به اشتراک میذاریم و اگه هم سوالی داشتید حتما به سراغ ما بیایید تا ما به شما دوستان عزیز کمک کنیم. خیلی ممنون. خدا نگهدار.